پهلوی ها با باقی مردم یه تفاوت بزرگ و عجیبی دارن. بگید چی؟ نه تشنه قدرتن، نه وابسته به صندلی. اگر مردم نخوانشون میرن، بدون کشتار، بدون وابستگی، بدون چسبیدن به قدرت. مثل محمد رضا شاه بزرگمون برای اینکه کشورش و مردمش حفظ بشن رفت. اما اگر مردم بخوانشون، اون وقت از جونشونم برای این مردم میگذارن. رضا شاه دوم سالهاست از دموکراسی حرف زدن. سالهاست که گفتن حرف مردمه. اونقدری که سال 88 دستبند سبز پوشیدن و گفتن هرچی که این مردم میخوان. 47 سال صبر کردن و حالا که صداها بلندتر شد، مردم صداشون زدن، ایستادن بدون ترس پشت مردم، پشت کشورشون. قدرت واقعی رو از مردم گرفتن. بعد از 47 سال سکوت، حالا صدای مردم ایران شدن، صدای ایران شدن. اونها ثابت کردن قدرت واقعی مردم هستن. وقتی مردم پشتت باشن شکستی وجود نداره. اینه فرق بین پهلوی ها و باقی مردم. ما مردم درست ترین انتخابو کردیم و قطعاً پیروزی از آن ما و پادشاهیه که مردمش پشتشن. تا ابد و یک روز جاوید. رضا شاه دوم، پهلوی سوم.